به یکی از مسابقه های مایک تایسون و روس سلدن خوش آمدید. مایک تایسون 30 سال و روس سلدن 29 سال. رفری این مسابقه ریچارد استیل می باشد. مسابقه آغاز می گردد. راوند اول مایک تایسون کوشش میکند ضربات محکمی به رفیقش بروس سلدن بزند و بروس سلدن کوشش میکند به سر و صورت مایک تایسون ضربات محکمی وارد کند و مایک تایسون دوباره مایک تایسون کوشش میکند تا به فک بروس سلدن یک ضربه محکم بزند تا او را نکاوت کند و رفری آنها را از هم دیگه جدا میکند. و حالا دوباره مایک تایسون دوباره بروس سلدن چی حرکات محکمی میزند. دوباره مایک تایسون با حرکات محکمی که به صورت بروس سلدن میزند و بروس سلدن دوباره کوشش میکند تا مایک تایسون را با مشت‌های سنگین خود ناک اوت کند و دوباره رفری آنها را از هم دیگه جدا میکند. دوباره مایک تایسون دوباره چپ راست دوباره با مشت‌های سنگین مایک تایسون به صورت حریفی و برخورد میکند. دوباره بروس سلدن مشت‌های سنگینی به مایک تایسون وارد میکند. ببینیم دوباره مایک تایسون چپ راست. عجب ضربه، فکر کنم این ضربه برای بروس سلدن کافی بود. یه راوندی اول است و 30 ثانیه به اتمام این مسابقه مانده است. دوباره بروس سلدن مسابقه را آغاز میکند. دوباره مایک تایسون کوشش میکند تا او را با ضربات محکم خود نکاوت کند و دوباره مشت‌های سنگین مایک تایسون به بروس سلدن اصابت میکند و دوباره بروس سلدن فکر میکنم از حال رفته و دوباره بروس سلدن توسط مایک تایسون نکاوت شد. مایک تایسون مشت‌های سنگینی و هر حرفی سرسختی او را نک اوت می کند. مایک تایسون عجب مشت‌های سنگینی به بروس سلدن وارد کرد. یکی از پر بیننده‌ترین مسابقه های مایک تایسون که در تاریخ داشته است. خانم ها و آقایانی که آنجا حضور دارند مایک تایسون را تشویق میکند. لطفاً دوستانی عزیز اگر از این ویدیو خوشتان آمده است کانال ما را لایک و سابسکرایب نمایید. تشکر.